سلام، امیدوارم خوب باشید. من محمد کریمی هستم، فیزیوتراپیست. امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ما توی هر کدوم از زانوهامون چند تا ربات داریم و وظیفه این ربات ها چیه؟ چی کار انجام میدن توی زانوی ما؟ خب، همونطور که میبینید ما اینجا مولاژ زانوی راست رو داریم و میخوایم با هم رباتاش رو ببینیم که چند تا اصلا ربات داریم. ببینید توی هر زانو ما 4 ربات داریم. یک ربات در سمت داخل، یک ربات در سطح بیرون و 2 تا ربات هم داخل زانو هستش. رباتی که در سمت داخل زانو قرار داره بهش میگن ربات MCL. کار این ربات چیه؟ این ربات نمیذاره زانو به سمت داخل خم بشه، یک حالت ضبدری بگیره. برعکس این ربات میشه چی؟ ربات LCL، رباتیه که در سطح بیرون مفصل قرار داره، در سطح خارجی زانو قرار داره، نمیذاره زانو به سمت بیرون خم بشه، نمیذاره زانو به این سمت بیش از حد خم بشه. این 2 تا ربات مجموع کاری که انجام میدن اینه که نمیذارن زانو چپ و راست بشه، یعنی ثباتش در سطح مفصل رو فراهم میکنه. 2 تا ربات دیگه هم ما داریم. اولین رباتی که میخوام بهتون نشون بدم ربات PCL. این رباتی که اینجا میبینید PCL هستش که در واقع در بین سطح مفصلی قرار داره. کار ربات PCL چیه؟ نمیذاره استخوان ساق بیش از حد عقب بیاد یا نمیذاره استخوان ران نسبت به مفصل ساق بیش از حد جلو بره. ربات دیگه‌ای که بخوام بهتون نشون بدم اینجا ربات ACL هستش که یه مقدار مشاهدهش سخته. این رباتیه که اینجاست، این تیکه. این ربات ACL. کار ربات ACL چیه؟ نمیذاره ساق پا نسبت به ران پا جلو بره. در واقع ثبات جلو و عقب رفتن ساق رو حفظ میکنن 2 تا ربات ACL و PCL. مجموع این 2 تا ربات ACL و PCL یک حالتی داره، شکل شبیه شکل به علاوه است یا شکل صلیب داره، به خاطر همین بهش گفته میشه ربات صلیبی. این که شما میگن که حالا میشنوید از اطراف که فلان ورزشکار ربات صلیبیش پاره شده، منظور این 2 تا رباته که ثبات زانو رو فراهم میکنه. از میون این ربات ها ACL بسیار مهمه برای ما، PCL خیلی مهمه، MCL و LCL معمولا توسط عضلات کاور میشن، ولی اهمیت ACL و PCL واسه ما خیلی مهمه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوال، انتقاد یا هر ابهامی داشتید میتونید به ما بگید. آیدی ما توی همه شبکه‌های اجتماعی کریمی _ PT کلینیک هستش که میتونید برای ما پیغام بذارید. اگر فرصت بشه حتما پاسخگوی شما خواهیم بود. متشکرم که همراه ما بودید.